اگه فکر میکنی کله پاچه و سیرابی چندشه، صبر کن تا با غذاهای آشنا بشی که توش کرم زنده، خون و حتی جنین اردک پیدا میشه. امروز قراره با 10 تا از کثیف‌ترین غذاهای دنیا آشنا بشیم. غذاهایی که بعضیا عاشقشن و بعضیا فقط با دیدنشون بالا میارن. اما این فقط یه لیست نیست. هر غذا یه داستان داره، یه فرهنگ پشتشه و یه آدمی که باهاش بزرگ شده. پس آماده باش برای یه سفر چندشاور ولی واقعی به قلب آشپزخونه‌های عجیب دنیا. اگه دنبال این دسته از ویدیوها میگردی دکمه سابسکرایب رو بزن و همراه هم باش. برو تا بریم. برای دیدن این غذا باید بریم به کشور فیلیپین. بالوت یه تخم اردکه که جنین داخلش تقریباً کامل شده. مردم فیلیپین معمولاً شبها کنار خیابون این غذا رو با نمک و سرکه میخورن. تصور کن داری تخم مرغ میخوری، یهو یه چشم کوچولو بهت زل بزنه. چه حسی پیدا میکنی؟ گفته شده اکثر توریست هایی که برای اولین بار بالوت خوردن همونجا وسط خیابون بالا آوردن. آخه یکی نیست بگه مرد حسابی، نونت کم بود، آبت کم بود، دیگه نینی اردک خوردنت چی بود؟ مردم فیلیپین این غذا رو نماد قدرت مردونه، انرژیزا و حتی غذای عاشقانه میدونن و البته ارزش غذایی بالایی از لحاظ پروتئین، آهن و چربی داره. کشور ایتالیا ابداع کننده این غذای چندشاوره. پنیر سنتی ساردینیایی همون پنیر لیقوان خودمونه، با این تفاوت که توش لارو مگس زنده زندگی میکنه. این کرم‌ها پنیر رو تخمیر میکنن و باعث بافت نرم و طعم خاصش میشن. نکته جالب اینه که این پنیر غیر قانونیه چون کرم‌ها زنده‌ن و ممکنه خطرناک باشن. کشور اندونزی پدرکشتگی خاصی با خفاش داره. این آبای خفاش کامل با تموم مخلفاتش از جمله بال و دندوناش سوپ درست میکنن. بعضی ها میگن خاصیت دارویی داره، بعضی ها هم فقط برای ماجراجویی میخورن. طریقه پختش هم اگه میخوای بدونی که واسه مادر شوهرت بپزی، اینجوریه که اول اون خفاش فلک زده رو تمیزش میکنی، بعد مثل کله پاچه با حرارت موهاشو میسوزونی و داخل آب یا شیر نارگیل میجوشونی و میدی که میل کنه. این غذا بیشتر شبیه فیلم ترسناک تا شام شب. ریشه فرهنگیش هم برمیگرده به این که در برخی قبایل اندونزی خفاش نماد شفا و قدرته. کشور کامبوج که باید کلی روی نقشه بگردی تا پیداش کنی، یه غذا داره که شبیه چیپس پیاز جعفری خودمونه، با این تفاوت که به جای سیب زمینی روتیل های بزرگ را سرخ میکنن و مثل چیپس میخورن. ما که نخوردیم ولی مردم محلی میگن پروتئین بالایی داره و خوشمزه است. یعنی اگه هادی چوپان اهل کشور کامبوج بود حتما برای تامین پروتئین روزی یه قابلمه روتیل سرخ شده بار میذاشت. اگه از عنکبوت میترسی این غذا کابوس شبات میشه. ریشه تاریخی این غذا برمیگرده به زمانی که قحطی سراسر این کشور رو فرا میگیره و مردم برای زنده موندن رو میارن به خوردن حشره و عنکبوت که کم کم به بخشی از فرهنگ غذایی تبدیل میشه. کره جنوبی غذایی دارن که با دیدنش وحشت میکنی. اختاپوس زنده که تکه تکه میشه و هنوز تکون میخوره. باید سریع بخوریش قبل از اینکه فرار کنه. این غذا بیشتر شبیه مسابقه است تا شام. در فرهنگ کره‌ای غذا هر چه تازه تر باشه سالم تر و پر انرژی تر. خوردن ساناکجی در اصل نوعی نمایش شجاعت و ماجراجویی غذایی هم محسوب میشه. بعضی ها در حین خوردن این غذا خفه شدن چون مکنده های اختاپوس به گلوشون چسبیده. یعنی روی برگ ترهیمش میزنه، جوان ناکام بر اثر اختاپوس گرفتگی دار فانی را ودا گفت. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. برخی کره‌ای ها هم معتقدند خوردن غذاهای دریایی زنده ارتباط مستقیم با طبیعت و دریاست. عجب. بریتانیا که فکر میکنی خیلی با کلاسن، بیا ببین چی میخورن. سوسیس تهیه شده از خون خوک یا گاو که در صبحانه انگلیسی سرو میشه. این غذا پروتئین و آهن بالایی داره، به ویژه برای افراد که کم خونی دارن مفیده. یعنی طرف از یه فرد کم خون به یه خوناشام تبدیل میشه.
در گذشته خون حیوانات دور ریخته نمیشد، بلکه برای غذا استفاده میشد. اگه خون توی غذا برات چندشه، این یکی رو فراموش کن. کشور مغولستان که ما به جنایات تاریخی میشناسیمشون، غذایی دارن که بز یا موشخرما رو با سنگ داغ داخل بدنش میپزن بدون قابلمه و اجاق. این روش برای زندگی عشایری طراحی شده. وقتی قابلمه نداری از طبیعت استفاده کن. باور سنتی مغول‌ها اینه که این روش پخت باعث حفظ انرژی حیوان در گوشت میشه. مردم آلاسکا علاقه خاصی به این غذا دارن. حالا عاشق چی شدن را منم نمیدونم. ماهی سالمون دفع شده و تخمیر شده که بوی بسیار تندی داره و مردم بومی اون را با افتخار میخورن که بیشتر بوی زباله میده تا ماهی. این غذا در مراسم سنتی خورده میشه و نماد احترام به طبیعته. زمینه تاریخیش هم اینه که در گذشته برای نگهداری غذا در زمستانهای سخت مردم ماهی‌ها را تخمیر می‌کردند تا بدون نیاز به یخچال ماندگار بمونه. در لیست معرفی غذاهای عجیب دنیا بدبوترینش همین غذاست که اصلاً نمیتونی بهش نزدیک بشی، چه برسه بخوای تستش هم بکنی. کسایی که تست کردن گفتن خوردن راسو با اون حجم از گاز معده شرف داره به خوردن این غذا. کشور ویتنام، چین و لهستان سوپی دارن که تهیه شده از خون تازه حیوانات که گاهی با سبزیجات و ادویه سرو میشه و معمولا از خون اردک، خوک، گاو یا قاز استفاده میشه. اگه فکر میکنی سوپ گوجه قرمزه، یه قاشق ازش باید بخوری تا بفهمی فرقش چیه. نکته پزشکیش اینه که بعضیا میگن آهن بالایی داره ولی به خطر انتقال بیماریش نمیارزه. ظاهرش هم قرمز تیره یا قهوه‌ای که گاهی با تکه‌های ژله‌ای خون همراهه. در برخی فرهنگ‌ها خون نماد قدرت، انرژی و درمان بیماری هاست. قوم ماسای در آفریقا هم خون را با شیر مخلوط کرده و به عنوان نوشیدنی مقوی مصرف میکنن. کشور چین و ویتنام دیگه شورشو در آوردن. هرچی جلوتر میریم میفهمیم که این اشرف مخلوقات دهن کل مخلوقات رو سرویس کرده. نوشیدنی الکلی یا همون شراب که داخلش یه مار کامل که معمولاً کبرا هم هست قرار داره. بعضی ها میگن برای قدرت مردونه خوبه. در طب سنتی چین مار نماد انرژی و قدرت و درمان بیماری هاست. به دلیل نگرانی های بهداشتی و حقوق حیوانات واردات یا فروشش در برخی کشورها ممنوعه. شکار بی‌رویه مارها برای تهیه این نوشیدنی باعث آسیب به اکوسیستم شده. خب حالا بگو کدوم یکی از این غذاها رو حاضر بودی امتحان کنی؟ یا بهتر بگم کدومش باعث شد اشتهات بپره؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک و سابسکرایب یادت نره و توی کامنت برام بنویس کدوم غذا رو جرأت داری بخوری و یادت نره چیزی که برای ما چندشه شاید برای یه نفر دیگه خاطره کودکی باشه.